خوش آمدین. سال نو مبارک. اگرچه یک ماه گذشته. همه تون موزیسین هستین؟ نه واقعا؟ نه؟ علاقه دارین؟ خوبه؟ خب این موسیقی سطحش انقدر بالاست که دوست داشتنش هم خودش هنره و درست شنیدنش هم خودش هنره. یعنی که چیزی نیست که واقعا بخشید من باید عینک بزنم نمیبینمتون. بهتر شد. همینطور که گفتم شنیدن این موسیقی واقعا خیلی سخته و متاسفانه میبینیم که روز به روز از تعداد شنونده های این موسیقی داره هی کمتر میشه. شاگردای من تفلکی ها همه مینالن که ما میخوایم ردیف کار کنیم. خب یه عمر ردیف کار کردیم، بعد با هر موزیسیانی که کار میکنیم اینا میگن که ردیف چیه بابا؟ پاپ بخون، تصنیف بخون، آواز چیه؟ خب به رو 7 سال 8 سال اومده ردیف خونده، بعد خود هنرمندا میزنن سر ردیف و خب این باعث تأسفه وقتی خود موزیسین ها کار نکنن و اینجوری موسیقی مملکتشون رو تحقیر کنن، دیگه وای به حال دیگران. اینی که ما یه کمی راجع به ردیف و این موسیقی امروز صحبت میکنیم، ولی که متاسفانه میبینیم که همینجور میزنن روی سنت و روی موسیقی سنتی و نمیدونم جوونا تحقیر میکنن و بیشتر دنبال چیزهای مدرن هستن و چیزهایی که بیشتر در واقع جلب توجه مردم بکنه، یعنی بیشتر به فکر شو هستن با اجرای موسیقی، نه اون موسیقی واقعی درونگرایی که شخص رو وادار به تفکر کنه و اون رو ببره به درونش و تغییر و تحولی توی روح و روانش ایجاد بکنه. این متاسفانه داره روز به روز کمرنگتر و کمرنگتر میشه. حالا به هر حال ما چون وقت خیلی نداریم، اول ما راجع به خود اسم این موسیقی صحبت میکنیم که سرش دعواست. یه عده میگن سنتی نیست، یه عده میگن باید بگیم ملی، یه عده میگن نه باید بگیم کلاسیک، یکی باید بگه اصیل. همیشه سر اسم دعواست متاسفانه. همه دعواها روی ظواهر و روی اسم و ایسم هاست خلاصه، در حالی که در معنای هر چیزی وارد بشیم و اون حقیقت هر چیزی رو اگه درک کنیم، اونجا آدم ها هی به هم نزدیک میشن و اختلاف ها کم میشه. در واقع تمام جنگ ها سر ظاهر قضیه است. به هر حال از نظر ما این موسیقی هم ملیه، هم سنتیه، هم اصیله، هم کلاسیکه. به چند دلیل. چرا میگیم سنت؟ خود سنت یعنی سیرت، آداب و فرهنگ ملتی که در طول قرون همینجور سینه به سینه، دست به دست گشته و منتقل شده و به ما رسیده. پس این سنتی هست و چیزی نیست که یه عده میگن نه این موسیقی جدیده، فقط 100 سال عمر داره، از دوره ناصرالدین شاه پیدا شده، در حالی که این درست نیست. این موسیقی قدمت چندین هزار ساله داره و از 1000 سال قبل این همه ما کتاب‌های در مورد موسیقی داریم و سند داریم، از ابو علی سینا بگیریم، از فارابی بگیریم، از صفی‌الدین قرمبی بگیریم، از مراغی بگیریم. پس این جدید نیست. پس اگه فقط 100 سال عمر داره پس اینا چی میگن؟ بنابراین این میتونه سنتی باشه و سنتیه. ملیه به دلیل اینکه از ایران یک کشور بزرگیه و تو همین میزان کمی که موسیقی برامون مونده، جای پای موسیقی های مختلف نواحی هم توش هست. از گیلان بگیر، از خوزستان بگیر، از اینها جمع کردن همه رو، از هر جایی یک نغمه، یک ملودی، یک مقامی که ارزشمند بوده جمع شده اومده توی موسیقی دستگاهی ما. بنابراین ملی هم هست و خیلی از هنرمندان ما بعد از
مشروطیت ازش استفاده کردن، سرود ساختن، چیزای انقلابی ساختن. بنابراین باز هم واژه ملی هم شاملش میشه و رو اینم دعوا نباید کرد. اصیل هم که طبیعتا همه میشناسن ریشه داره و ریشه در فرهنگ و آداب این مملکت داره و جدید نیست به هر حال. کلاسیک هم که برای که درس میدیم تو کلاس هست و مشق داره و دفتر داره و نوت داره. خب از این نظرم با واژه کلاسیک هم براش شایسته است. البته منظور نیست وقتی میگیم سنتی یعنی که دقیقاً همین نیست که 1000 سال پیش اجرا میشده. موسیقی هم مثل هر پدیده دیگه‌ای در طول زمان دچار تحول و تکامل میشه، برای که انسان‌ها تغییر میکنن و موسیقی در ارتباط با انسان‌هاست. وقتی انسان‌ها تغییر میکنن همه چیزو تغییر میدن، فرهنگشون رو تغییر میدن، موسیقیشون رو تغییر میدن، تحول پیدا میکنن، زبانشون تغییر پیدا میکنه. به هر حال اون چیزی که ما الان به عنوان موسیقی سنتی ازش نام میبریم این به این معنا نیست که حتما 1000 سال پیش هم فرض کنید که چه میدونم نوا همونجوری که الان اجرا میکنیم اون موقع هم همینجوری اجرا میشده، یا گوشه جامه دران فرض کنید که میگن نکیسای چنگی دربار خسرو پرویز عهد ساسانی نوایی زد، آهنگی ساخت که وقتی نواخت اون رو و خوند عده‌ای جامه دریدن. خب ما اسم جامه دران رو الان توی چند تا از آوازمون داریم، از اصفهان، افشاری، دشتی جامه دران اجرا میشه و کسی هم جامه نمیداره البته، ولی اسم جامه دران هست و نشون میده که این ریشه در 1300-400 سال پیش داره و چیز جدیدی نیست که بگیم که از دوره قاجار این گوشه ها پیدا شده. و به هر حال این ریشه و اساس موسیقیمون هم سنتی بوده هم اصیله و به هر حال در طول تاریخ این مقدارش دست ما رسیده و این رو باید حفظش کنیم، نه اینکه بزنیم تو سرش و تحقیرش کنیم. و این یه میراث فرهنگیه مثل خیلی ابنیه تاریخی که باید حفظش بکنن که از بین نره. اینم باید حفظ کرد که از بین نره. این قطعه جامه دران چه که ازش مونده رو میتونیم من بشنویم؟ بله یه تیکه کوچیک داریم و خیلی کوتاه بفهمید. از دماغ من سرگشته خیال رخ دوست به جفای فلک و غصه دوران نرود. بله کسی هم جامه ندارید ولی جامه درانه. حالا میایم راجع به که حال به هر حال پس این ردیف به اسم ردیف چجوری پیدا شده. ما در کتاب‌های قدیمی موسیقی اسم ردیف نیست اصلا. اونها یا میگن لحن یا میگن ملودی یا میگن نوبت و یا قول حافظ راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد. راه دستان اینا و اسم ردیف نیست و این
در واقع از دوره ناصرالدین شاه وارد موسیقی ما شده. قبلا میگفتن مقام و خسروانی و این ترتیب. و میدونیم که از دوره صفویه ما یه 200-300 سالی موسیقی رفت در تاریکی و زیر زمین، و چون موسیقی رو که نمیشه جلوشو بگیری، انسان زنده است و موسیقی هم باهاش زنده است، هیچ وقت نخواهد مرد. ولی در ظاهراً کتابی نوشته نشد یا کسی کاری نکرد و ما هیچ مدرک ملموسی از این دوران نداریم. دوران تاریکی اسمش رو میذارن. و موسیقی هم اگر بود توی خانواده هایی که موزیسین بودن و خیلی خصوصی بین خودشون در واقع میزدن و میخوندن و این توی خودشون همینجور منتقل میشد، ولی انتشار پیدا نمیکرد. نه کنسرت کسی میتونست بده، نه کتاب میتونست بنویسه، نه نواری بود، و این تو خودشون بود. این که میگیم سینه به سینه، اینا همینجور بوده تا منتقل شده تا رسیده به دوره اواسط حکومت قاجاریه. و به دلیل که ناصرالدین شاه خیلی اهل عیش و عشرت و اینها بود، به موسیقی بها داد، خدا پدرشو بیامرزه. البته موسیقی یواش یواش رشد پیدا کرد، موسیقی دانای خوب رو دور و برش جمع کرد، پر و بال داد که همه تاریخ موسیقی خوندید و بلد هستید. و اینها در واقع هرچی موزیسین بود، موزیسین‌های واقعی بودن که به صورت ژنتیک استعداد داشتن. ولی بعد از اینکه مشروطه میشه و یه عده‌ای میرن غرب و اروپا و تحصیلات میکنن، برمیگردن و آزادی میشه، میتونن کنسرت بدن، میتونن از طریق دستگاه‌های فونوگراف و اینها صفحه بدن بیرون، مردم یواش یواش علاقمند میشن که خب برن این موسیقی رو یاد بگیرن. در واقع از این دوران میشه که موسیقی حالت کلاسیک پیدا میکنه و این موزیسین ها تصمیم میگیرن یک راه و روشی پیدا کنن که این رو بتونن منتقل بکنن. در سیستم قبلی خب همه واقعا این کاره بودن، ولی در سیستم جدید وقتی عمومی شد، هر کسی دوست داشت میتونست بیاد تو کلاس موسیقی ثبت نام بکنه و خب حالا خیلی استعداد درخشان هم نمیداشت، خیلی مهم نبود، دوست داشت. ما الان هم همین مسئله رو داریم. خانم مثلا 30 سالشه میاد میگه که من میخوام کلاس موسیقی برم. میگم خب تا حالا خوندی؟ میگه نه. میگم خب چطور شده که یهو الان میخوای موسیقی بخونی؟ دوست دارم. خب میگم یه چیزی بخون صداتو بشنوم. یه چیزی میخونه کج و کله و فلان. خانم شما ابزار اصلی رو که اون استعداد باشه یا صدا باشه نداره، ولی فقط دوست داره. حالا خیلی ها فقط دوست دارن میان این موسیقی رو یاد میگیرن، ولی اون کسی که ژنتیک اون استعداد رو داره، اون ذوق و غریحه و خلاقیت ها رو داره، خب به هر حال مقوله‌اش یه چیز دیگه است. برای در این روش جدید استادها مجبور شدن که این ردیف رو ساده‌اش کنن، طوری کنن که قابل فهم این شاگردایی باشه که خب اینا به صورت ژنتیک همشون موزیسین نبودن، فقط علاقه داشتن. میگن که میرزا عبدالله که همه باز میشناسن میفرستاده افرادی رو به تمام گوش و کنار شهرهای ایران که هر کی هرچی بلده از موسیقی قدیم یادشه و اینها رو جمع آوری میکرد و هر کدوم که قابلیت اینو داشت که وارد موسیقی سنتی بشه ترتمیزش میکردن، چیزای مبتذلش رو ازش کشف میکردن و اون رو وارد موسیقی ایرانی کردن. و به این ترتیب یه مجموعه این موسیقی جمع آوری میشه و بعد اینها رو پشت هم که میذارن، در واقع اصطلاح ردیف از این دوران پیدا میشه. و همونجور که گفتم این به اون معنا نبوده که شاگردها همه فوق‌العاده باشن، ولی این در امکان اختیار